حرارت سرنده میکنید به وجدان پست رذیل بیشرف نیم گایده قرار نکن که لنگ خودت میکنید تیله میکنیم که میجفت دیالوی مشکل فچیدگی تداگی جناقی فردادگی شلموش دام با تمام دنیا معلوم است که در افغانستان در 40-50 سال چرا جنگ است. چون ما یک مردم هستیم که هیچ وقت سر خم نکردیم در مقابل هیچ ابرقدرت. شما که میاین از غیرت و مردانگی صحبت میکنید، برین اول با امورات داخلی خود رسیدگی کنید. شما سالهای سال است که تحت اثر کشور روسیه هستید. زبانتان، فرهنگتان تا نگاه کردن نتانستید. مکاتبتان، دانشگاهتان تمامش به زبان روسی تدریس میشه. تخلصایتان همشان اوو است. شما اصلا این جرأت چرا به خود میتین که بیاین در کشوری که در پهلویتان 40-50 سال در مقابل بزرگترین ابرقدرت‌ها مبارزه کرده بیاین گپ بزنید؟ من این گپ‌ها را به خاطر میگم که خودت یک جوان هستی، در کدام جایی که کدام افغان سر میخوری ناخ جگرت خون میکنه. اگر در حساب غیرت بگی، در حساب زور بگی، در حساب دوزبانی بگی، در هر حساب بگی که افغان خود بند کردن نمیتونی. افغانات یک سرتیر مردم است، اگر یک دفعه کلیش خراب شد به خدا قسم اینمی کل زندگی خود میزنه سر یک چیز. گفتم سر نخوردی. در صفحات مجازی می یک چند تا دوزبان چتی زبان ویدیوهایش میگیری، بیادر ویدیو بالا کرده میری، یک ویدیویت نیست، دو ویدیویت نیست، سه ویدیو نیست، بارها و بارها به افغان‌ها توهین میکنی، در حالی که هیچ افغان را من ندیدم که به کشور تاجیکستان توهین کنه. تو را چی که به امورات داخلی مداخلت میکنی، دو میزنی، توهین میکنی؟ ما اینمیال سگ افغانستان ارزشش بالاتر از پیش ما از یک خارجی کرده. و دیگه ای که ما در افغانستان تولد شدیم، از وقتی که تولد شدیم تا حال و کتابایی را که خواندیم میفهم که در افغانستان خوب قدرتمندترین کشورهای آمده هیچ کدام کار کردن نتونست و روسیه در افغانستان آمد میخواست که افغانستان بگیره ولی هیچ چیز نتونست کرده. و امیال باید برای شما بگوییم که امیال خودتان زیر دست و پای روسیه هستین. این امیره که ببینین حاجت هیچ دیگه چیز نیست. او کشوری که افغانستان گرفته نتونست، حال شما در زیر دست و پای روسیه هستید. یک مطل است که میگه انسان ها را از چرخش زبانشان نشناسید، با چرخش زمان بشناسید. حالا ما با زمین و زمان معلوم هستیم، مثل تو را نمیم که زبان خود چرخ بودیم، هرچی خود بگوییم، کلان بزرگ صحبت کنیم. ما در عمل ثابت ساختیم خود برای دنیا. و بازم برات میگم که افغان‌ها خود بند نکنه، تا کدام جای جگرت خوب میشه. السلام.